به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای هنر عشق ورزیدن از اریک فروم ترجمه پوری سلطانی آغاز میکنیم. این کتاب چاپ 30 هستش و اولین چاپ این کتاب در سال 1366 بوده و چاپ 30 که در سال 1394 به دست من رسیده. این کتاب بسیار زیباست که شامل چند بخش: پیشگفتار، آیا عشق ورزیدن هنر است، نظریه عشق، عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر غرب، تمرین عشق و سخنی درباره نویسنده. اما پیشگفتار رو براتون میخونم که کلیت این کتاب دستتون بیاد. مطالعه این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن میجویند کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر کس صرف نظر از مرحله بلوغ خود بتواند به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب می‌خواهد خواننده را متقاعد سازد که تمام کوشش‌های او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است، مگر آنکه خود او با جد تمام برای تکامل تمامی شخصیت خویش بکوشد تا آنجا که به جهت‌بینی سازنده‌ای دست یابد. این کتاب می‌خواهد اثبات کند که اگر آدمی همسایه‌اش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بی بهره باشد، از عشق فردی خرسند نخواهد شد. در فرهنگ‌هایی که این صفات نادرند، کسب استعداد مهر ورزیدن نیز به ناچار در حکم موفقیتی نادر خواهد بود. هر کس می‌تواند از خود سوال کند که واقعاً چند نفر آدم مهرورز در عمر خود دیده است. با وجود این دشواری این کار پرزحمت دلیل آن نیست که ما برای شناسایی مشکلات این راه و نیز آگاهی از شرایط وصول بدان دست برداریم. برای اجتناب از پیچیدگی‌های غیر لازم من سعی کردم که مسائل را تا آنجا که ممکن است با زبانی غیر فنی مطرح کنم و نیز به همین دلیل به آثار و مأخذ مربوط به عشق کمتر اشاره کردم و در این کار امساک ورزیدم. اما من برای مشکل دیگری نتوانستم جوابی کاملا قانع کننده بیابم و آن پرهیز از تکرار عقایدی است که در کتاب‌های قبلیم آمده است. خوانندگانی که به خصوص با کتاب‌های گریز از آزادی، انسان برای خویشتن و جامعه سالم آشنایی دارند، در خواهند یافت که در کتاب حاضر بسیاری از مطالب آثار قبلی تکرار شده است. با وجود این کتاب هنر عشق ورزیدن به هیچ وجه تلخیص مطالب کتاب‌های قبلی نیست. در این کتاب اندیشه‌های بسیار جز آنچه در کتاب‌های قبلی دیده اید مطرح شدند و چون همه مطالب بر محور یک موضوع یعنی هنر عشق ورزیدن دور می‌زنند، طبیعتاً به مطالب قبلی نیز با دیدی نو نظر افکنده خواهد شد. آنکه هیچ نمی‌داند به چیزی عشق نمی‌ورزد. آنکه از عهده هیچ کاری بر نمی‌آید هیچ نمی‌فهمد. آنکه هیچ نمی‌فهمد بی ارزش است، ولی آنکه می‌فهمد بیگمان عشق می‌ورزد. مشاهده می‌کند، می‌بیند. هرچه بیشتر دانش آدمی در چیزی ذاتی باشد، عشق بدان بزرگتر است. هر که فکر کند همه میوه‌ها در همان وقت می‌رسند که توت فرنگی از انگور چیزی نمی‌داند. پاراسلسوس. اما با من همراه باشید برای شروع این کتاب. و چون این کتاب بسیار زیباست، من قسمت‌های مهمی رو و قسمت‌های جالبی رو براتون صفحه به صفحه انتخاب کردم که میخونم و تا هر جا تایم به ما اجازه بده پیش میریم. آیا عشق ورزیدن هنر است؟ مشکل بسیاری از مردم در وهله نخست این است که دوستشان بدارند
نه اینکه خود دوست بدارند یا استعداد مهر ورزیدن داشته باشند. آیا عشق هنر است؟ اگر هنر باشد، آیا به دانش و کوشش نیازمند است؟ آیا عشق احساسی مطبوع است که درک آن بستگی به بخت آدمی دارد؟ یعنی چیزی است که اگر بخت یاری کند، آدمی بدان گرفتار می شود؟ بدین ترتیب مسئله مهم برای آنان این است که چسان دوستشان بدارند و چگونه دوست داشتنی باشند. پس راههایی چند برمی‌گزینند تا به این هدف برسند. از جمله می‌کوشند تا به اقتضای موقعیت اجتماعیشان مردمانی موفق، صاحب قدرت و ثروت باشند و این در مورد مردان بیشتر صادق است. زنان بیشتر می‌کوشند تا با پرورش تن، جامه برازنده و غیره آراسته و جالب بنمایند. هر دو گروه سعی می‌کنند با رفتاری خوشایند و سخنانی دلانگیز و با فروتنی و یاری به دیگران و خودداری از رنجاندن آنان خود را در دل مردم جای دهند. زنان و مردان برای محبوب شدن همان راهی را برمی‌گزینند که معمولاً برای موفق شدن، جلب دوستان بیشتر و نفوذ در مردم توصیه می شود. در حقیقت آنچه اغلب مردم در فرهنگ امروزی ما از محبوب بودن می‌فهمند اساساً مرجوع است از مردم پسند بودن و جاذبه جنسی. علت این که میگویند در عالم عشق هیچ نکته آموختنی وجود ندارد این است که مردم گمان می‌کنند که مشکل عشق مشکل معشوق است، نه مشکل استعداد مردم. دوست داشتن را ساده می‌انگارند و بر آنند که مسئله تنها پیدا کردن یک معشوق مناسب یا محبوب دیگران بودن است که به آسانی میسر نیست. این طرز تفکر دلایلی چند دارد که گسترش اجتماع کنونی ما سرچشمه آنهاست. از آن جمله است تحولی که در مورد انتخاب معشوق در قرن 20 به وجود آمده است. اشتباه دیگر که باعث می شود گمان کنیم عشق نیازی به آموختن ندارد از اینجا سرچشمه می گیرد که احساس اولیه عاشق شدن را با حالت دائمی عاشق بودن یا بهتر بگوییم در عشق ماندن اشتباه می کنیم. این طرز فکر که هیچ چیز آسانتر از عشق ورزیدن نیست، گرچه هر روز شواهد بیشماری خلاف آن را ثابت می کند، همچنان بین مردم رایج است. مراحل لازم برای فرا گرفتن یک هنر چیست؟ برای آموختن هر هنر معمولاً باید 2 مرحله را پیمود. اول تسلط بر جنبه نظری و دوم تسلط به جنبه عملی آن. اگر من بخواهم هنر پزشکی را بیاموزم، باید اول بدن انسان و بیماری‌های گوناگون را بشناسم. اما پس از آنکه همه معلومات نظری را کسب کردم، هنوز به هیچ وجه شایستگی پزشکی ندارم. تنها پس از تجربه زیاد ممکن است در این کار مسلح شوم. یعنی وقتی که نتیجه معلومات نظری من با آنچه از راه تجربه به دست آوردم با هم یکی شوند و بیامیزند. در من بصیرت که اساس تسلط بر هر هنری است به وجود می آید. ولی غیر از یادگیری نظری و عملی، عامل سومی نیز برای تسلط بر هر هنری لازم است. تسلط بر هنر مورد نظر باید هدف غایی شخص باشد. یعنی در جهان چیزی نباید در نظر او مهمتر از هنر جلوه کند. این در مورد موسیقی و طب و نجاری و عشق ضد می کند. در اینجا شاید بتوان جواب این سوال را پیدا کرد که چرا همه مردم زمان ما به رغم شکست‌های آشکارشان به ندرت برای آموختن این هنر کوشش می‌کنند و به رغم اشتیاق عمیق و بی‌پایان که به عشق دارند، تقریباً همه چیزهای دیگر، موفقیت، مقام، پول و قدرت را مهمتر از عشق می‌شمارند و تقریباً همه نیروی آنان صرف این می‌شود که راه رسیدن به این هدفها را بیاموزند.
و هرگز ذره‌ای از آن را برای آموختن هنر عشق ورزیدن به کار نمیبرم. نظریه عشق. 1. عشق پاسخی به مسئله وجود انسان. هر نظریه‌ای درباره عشق باید با نظریه انسان، با نظریه هستی بشر آغاز شود. وقتی که ما عشق یا به سخن بهتر چیزی نظیر عشق را در حیوانات مشاهده می‌کنیم، به خوبی می‌بینیم که دلبستگی آنها جزئی از سلسله غرایز آنهاست. اکنون در انسان فقط ته‌مانده‌ای از این سازمان غریزی را می‌توان دید. آنچه لازمه هستی انسان است، همین بیرون آمدن او از دنیای حیوانی و سرپیچش از هر گونه انطباق غریزی است. و نیز این است که بر طبیعت توافق یافته است، گرچه هرگز آن را رها نمی‌کند. او جزئی از طبیعت است، اما وقتی که از طبیعت گسست دیگر نمی‌تواند دوباره بدان بازگردد. وقتی که از بهشت حالت ابتدایی وحدت با طبیعت رانده شد، اگر بخواهد دوباره بدان بازگردد، کروبیان با شمشیرهای آتشین راه را بر او می‌بندند. به بشر قوه عاقله عطا شده است. او حیاتی است که از خود آگاهی دارد. او از خود و از هم نوعانش، از گذشته و از امکانات آیندهش آگاه است. آگاهی از خود به عنوان ماهیتی مستقل، آگاهی از کوتاهی عمر خود و از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و به خلاف اراده خود نیز باید بمیرد. آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنکه پیش از او خواهند مرد. و آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل طبیعت و اجتماع. تمام اینها هستی پیوند نایافته و پاره پاره او را به زندانی تحمل ناپذیر مبدل می کند. درک این جدایی باعث بروز اضطراب می شود. در حقیقت این سرچشمه تمام اضطراب هاست. جدایی یعنی بریدن از هر چیز بدون آنکه توانایی استفاده از نیروهای انسانی خود را داشته باشیم. بنابراین جدایی یعنی بیچارگی، یعنی عدم قدرت درک جهان و عدم درک مردم و اشیاء آن. این بدان معناست که دنیا می تواند به من هجوم کند بدون اینکه من قادر باشم واکنشی نشان دهم. این است که جدایی سرچشمه اضطراب شدید است. از این گذشته جدایی در بشر احساسی از گناه و شرم به وجود می آورد. این احساس گناه و شرم در کتاب مقدس در قصه آدم و حوا به وضوح بیان شده است. آگاهی از این جدایی بشری بدون آگاهی از اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در عین حال سرچشمه گناه و اضطراب است. بنابراین عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. شکست مطلق در رسیدن به این غایت کار آدمی را به دیوانگی می‌کشاند، زیرا غلبه بر هراس ناشی از جدایی مطلق تنها به وسیله آنچنان کناره‌گیری قاطعی از دنیای خارج میسر است که احساس جدایی را نابود کند. زیرا که در این صورت دنیای خارج که ما خود را از آن جدا حس می‌کنیم خود ناپدید شده است. یکی از راه‌های رسیدن به این غایت انواع لذت‌های آمیخته با عیاشی و میگساری است. این ممکن است به شکل نوعی نشأه بیخود کننده که شخص برای فریب دادن خود می‌آفریند جلوه‌گر شود که گاه مواد مخدر نیز به آن کمک می‌کند. بسیاری از مناسک دینی قبایل دور از تمدن تصویر زنده‌ای از این نوع راه‌حل هاست. وقتی که حالت خلسه و هیجان ایجاد می شود، دنیای خارج ناپدید می شود و همراه آن احساس جدایی از آن نیز از بین می رود. انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای 3 خصیصه مشترکند. همه شدید و حتی وحشی‌اند. در کل شخصیت، در نفس و بدن حادث می شوند. گذران و ادواری‌اند. درست عکس قضیه در آن نوع پیوندی مصداق دارد که بشر
چه در گذشته و چه در زمان حاضر آن را غالباً به عنوان راه حل برگزیده است و آن پیوندی است که مبتنی بر همرنگی یا کانفورمیتی یا با گروه و عادات و رسوم و معتقدات آنهاست. در این مورد نیز پیشرفت بسیار به چشم می‌خورد. در دموکراسی امکان عدم توافق با جامعه وجود دارد و در حقیقت عده کثیری هم از آن استفاده می‌کنند. در حالی که در کشوری که دولت بر همه شئون زندگی حکم‌روایی دارد، تنها عده معدودی مردمان استثنایی اند که بعد در ردیف قهرمانان و شهدا در میآیند به نافرمانی می‌پردازند. در حقیقت مردم لااقل در کشورهای دموکراسی غربی می‌خواهند خیلی بیشتر از آنچه مجبورند با دیگران همرنگ شوند. بیشتر مردم از این احتیاج به همرنگ بودن که در ایشان وجود دارد حتی آگاه نیستند. آنان در این پندار به سر میبرند که طبق عقاید و تمایلات خود رفتار میکنند. گمان میبرند که با دیگران فرق دارند و بر اثر تفکر شخصی به عقایدی رسیدند که مختص به خودشان است. در صورتی که عقاید آنها واقعا همان است که اکثریت از آن پیروی میکنند. این تمایل روزافزون برای از بین بردن تفاوت‌ها در حقیقت تا حد زیادی به تصور کلی و درکی که ما از برابری داریم بستگی دارد. برابری بدان معنا که امروز در جوامع صنعتی پیشرفته وجود دارد. از نظر دینی منظور از برابری این است که ما همگی فرزندان خداییم و همه از گوهر انسانی سرشته‌ایم و همه یکی هستیم. این بدان معنا بود که تفاوت‌های افراد باید محترم شمرده شود. درست است که ما همه یکی هستیم، ولی این نکته نیز حقیقت دارد که هر فرد خود واحدی بی همتاست و خود به تنهایی عالمی. چون این اعتقادی به بی همتایی فرد مثلا در این جمله تلمود آمده است که هر کس جانی را نجات دهد در حکم آن است که دنیایی را نجات داده و هر کس جانداری را بی جان کند در حکم آن است که گویی دنیایی را تباه کرده است. برابری به عنوان یکی از شرایط رشد فردیت در واقع ماهیت فلسفه روشنگری دنیای غرب بود. منظور از چنین برابری که کانت آن را روشن‌تر از همه بیان کرده است این است که هیچ انسانی نباید برای غایات انسانی دیگر وسیله قرار بگیرد. تا آنجا که انسان به منزله یک هدف و فقط یک هدف مطرح است، همه با هم برابرند ولی هرگز برای یکدیگر وسیله قرار نمیگیرند. در جامعه سرمایه‌داری امروز معنی برابری دگرگون شده است. امروز برابری یعنی برابری آدم‌های ماشینی و انسان‌هایی که فردیت خود را از دست دادند. منظور از برابری امروز بیشتر همسان بودن است تا یکی بودن. این همسانی از آن مجردات و امور انتزاعی است و از آن کسانی است که در یک جا کار می‌کنند. تفریحاتشان یکی است. یک نوع روزنامه می‌خوانند و احساس‌ها و اندیشه‌هایشان همان است. در این صورت به برخی از موفقیت‌هایی که مانند تساوی زنان اغلب به عنوان پیشرفت بشر از آن نام برده می‌شود، باید با شک و تردید نگرید. مسلماً من مخالف تساوی زنان نیستم. ولی جنبه‌های مثبت این علاقه به تساوی نباید ما را فریب دهد. این نیز طریقی است برای از بین بردن تفاوت‌ها. برابری به چنین قیمت زیادی خریداری شده است. زنان برابرند زیرا دیگر با مردان تفاوتی ندارند. این فلسفه روشنگری که روح جنسیت ندارد عملاً مورد اعتقاد عموم شده است. این اعتقاد که زن و مرد از نظر جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند در حال نابودی است و همگام با آن عشق نیست که بر این تفاوت مبتنی است در حال از میان رفتن است. اما پیوندی که از راه همرنگی با جماعت به وجود بیاید حاد و شدید نیست، بلکه آرام است و از جریانی منظم و عادی اثر می‌پذیرد و درست به همین دلیل غالباً نمی‌تواند اضطراب جدایی را التیام بخشد. میخوارگی، اعتیاد به مواد مخدر، وسواس در امیال جنسی و خودکشی که از پدیده‌های اجتماع معاصر غرب است،
عوارض شکست این همرنگی گروهی است. از این گذشته این راه حل فقط با نفس ارتباط دارد، نه با بدن، و این خود نقصی است که راه حل‌هایی چون میگساری و عیاشی از آن مبرا هستند. برابری گروهی فقط یک امتیاز دارد و آن این است که دائمی است، نه منقطع و متناوب. علاوه بر همرنگی به عنوان راهی برای رهایی از اضطراب و رنج جدایی، یکی دیگر از عوامل زندگی معاصر باید مورد مطالعه قرار گیرد و آن سهمی است که چگونگی کار و تفریح در زندگی انسان دارد. آنان که در ابتدای آن هستند تفاوتی موجود را پیدا نمی کنند. همه آنان کاری را انجام می دهند که به وسیله ساخت کلی سازمان تجویز شده است. راه سوم برای حصول وصل و پیوند در فعالیت‌های خلاقه نهفته است. خواه خلاقیت چیزی باشد که یک هنرمند در پی آن است و خواه چیزی که یک صنعتگر برای دست یافتن بدان تلاش می کند. در همه کارهای خلاقه آفریننده با آفریده خود که برای او نماینده دنیای خارج است متحد می شود. وصل و پیوندی که به وسیله کارهای تولیدی ایجاد می شود حاصل مناسبات اشخاص نیست. پیوندی که از راه میگساری و عیاشی حاصل آید ناپایدار است. پیوند ناشی از همرنگی با جمع در حقیقت اتحادی دروغین است. بدین ترتیب اینها فقط قسمتی از جواب مسئله هستند. جواب کامل در وصول به پیوند دو جانبه نهفته است، در پیوند شخصی با شخص دیگر و در عشق. آرزوی پیوند مشترک اساس نیرومندترین کوشش بشری است. اساسی ترین شوق هاست. نیرویی است که نوع بشر، قبیله ها، خانواده ها، اجتماع را متحد نگه می دارد. شکست در وصول به آن دیوانگی یا نابودی است. نابودی خود شخص یا نابودی دیگران. بشریت بدون عشق نمی توانست حتی یک روز هم دوام داشته باشد. با وجود این، اگر ما حصول اتحاد بین دو شخص را عشق بنامیم، با اشکالاتی سخت و جدی روبرو خواهیم شد. ممکن است پیوند از راه‌های مختلف به دست آید. اهمیت این تفاوت‌ها کمتر از تفاوت‌های مشترک در صورت‌های گوناگون عشق نیست. آیا همه آنها را باید عشق بنامیم؟ یا باید کلمه عشق را برای نوعی خاصی از پیوند تخصیص داد؟ آن پیوندی که در همه ادیان بزرگ بشر، دوستانه و مکتب‌های فلسفی 4000 سال گذشته تاریخ شرق و غرب به عنوان فضیلت و کمال مطلوب شناخته شده است. در این مورد هم مانند همه بحث‌های لغوی به این مسئله فقط می‌توان جواب تعبدی داد. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم وقتی که از عشق سخن می‌گوییم منظور ما چه نوع پیوندی است. آیا منظور ما از عشق جوابی رسا و کامل به مسئله هستی است؟ یا از عشق ناقص گفتگو می‌کنیم که بدان عنوان پیوند تعاونی می‌توان داد؟ پیوند تعاونی از نظر علم زیست‌شناسی پایه‌اش در رابطه مادر باردار و جنین پیریزی می‌شود. آنان دو تن و در عین حال یکی هستند. آنان با هم تعاونی زندگی می‌کنند و همدیگر احتیاج دارند. جنین جزئی از مادر است، ولی آنچه را احتیاج دارد از مادر می‌گیرد. گویی مادر دنیای اوست. مادر به او غذا می‌دهد، او را محافظت می‌کند، ولی در زندگی خود مادر نیز به وسیله او تکامل می‌یابد و بهتر می‌شود. از نظر پیوند تعاونی روانی این دو بدن مستقلند، ولی از نظر روانشناسی همین پیوستگی نیز وجود دارد. صورت منفی پیوند تعاونی همان تسلیم یا به اصطلاح پزشکی مازوخیسم است. شخص مازوخیست برای فرار از احساس تحمل ناپذیر دوری و تنهایی خود را جزئی از وجود شخصی دیگر می کند. شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می دارد. شخصی که برای او در حکم زندگی و ماده حیات است. نیروی کسی که فرد مازوخیست به دو تسلیم می شود در نظر وی صد چندان می نماید. خواه چون این کسی آدمی باشد، خواه خدا.
انسان مازوخیست با خود میگوید که او همه چیز است و من جز این که جزئی از اویم دیگر چیزی نیستم. به عنوان یک جز من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم. نوع مثبت پیوند تعاونی سلطه‌جویی است یا به اصطلاح روانشناسی سادیسم نام دارد که نقطه مقابل مازوخیسم است. فرد سادیست شخص دیگری را جزء لاینکف خود می‌سازد تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند. فرد سادیست با در بر کشیدن شخصی که او را می‌پرستد مغرور می‌شود و خود را بالاتر از آنچه هست می‌پندارد. درست به همان اندازه که دیگری به شخص سادیست متکی است، انسان سادیست نیز وابسته اوست. هیچ یک نمیتواند بدون دیگری زندگی کند. تنها تفاوت این است که فرد سادیست فرمان میدهد، استثمار میکند، آسیب میرساند، خار میدارد، در صورتی که مازوخیست فرمان میبرد، استثمار میشود، آسیب میبیند و خار میشود. از نظر واقعیت این تفاوتی فاحش است. ولی از جهت معنای عمیق عاطفی اهمیت این تفاوت به اندازه وجه مشترک این دو یعنی پیوند بدون همسازی نیست. اگر این مطلب را درک کنیم دیگر از مشاهده افرادی که در عین حال نسبت به اشخاص مختلف دارای رویه سادیستی و مازوخیستی هستند تعجب نخواهیم کرد. عکس‌العمل هیتلر به مردم در ابتدا سادیستی ولی نسبت به سرنوشت، تاریخ و نیروی برتر طبیعت مازوخیستی است. پایان زندگی او خودکشی در میان ویرانی کلی درست همانند رویای کامیابیش که عبارت از سلطه کلی بود از مختصات این گونه اشخاص است. نقطه مقابل این پیوند تعاونی عشق بالغ انسان کامل است. این پیوند در وضعی صورت می‌گیرد که وحدت و همسازی شخصیت آدمی و فردیت او را محفوظ می‌دارد. عشق نیروی فعال بشری است. نیرویی است که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آدمیان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. عشق انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می‌سازد. با وجود این بدو امکان می‌دهد خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند. در عشق تضادی جالب روی می‌دهد. عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین حال از هم جدا می‌مانند. اگر بگویم عشق فعالیت است، یک دشواری پیش می‌آید که منشأش مبهم بودن معنی فعالیت است. فعالیت در دنیای امروز معمولاً به عملی گویند که با صرف مقداری انرژی تغییری در وضع موجود پدید آورد. بدین ترتیب کسی فعال است که داد و ستد کند، به تحصیل علم پزشکی بپردازد، شب و روز کار کند، چیزی بسازد یا ورزش کند. بچه مشترک همه این گونه فعالیت‌ها این است که همه برای رسیدن به یک هدف خارجی هدایت می‌شوند. آنچه در اینجا در نظر گرفته نمی‌شود انگیزه فعالیت است. مثلا شخصی را فرض کنید که در نتیجه احساس عمیق ناایمنی و تنهایی به کار مداوم تن در می‌دهد. یا شخص دیگری که به حکم جاه طلبی یا آزمندی و پول دوستی به این راه کشانده می‌شود. در همه این موارد شخص برده نوعی شهوت است و فعالیت‌های او در واقع نوعی فعل‌پذیری است، زیرا اوست که به سوی کشانده شده است. او فعل‌پذیر است نه فعال. از طرف دیگر آدمی که آرام در گوشه‌ای می‌نشیند و به تفکر می‌پردازد و در مقابل خود هیچ قصد و هدفی جز آگاهی از خود و یگانگیش با دنیا ندارد غیر فعال نامیده می‌شود، زیرا از او فعلی سر نمی‌زند و حالانکه این روش تمرکز قوا به منظور فکر کردن بالاترین نوع فعالیت یعنی فعالیت روح است که فقط در صورت وجود آزادی درونی و استقلال شخصی میسر است. عشق فعال بودن است نه فعل‌پذیری. پایداری است نه اسارت. به طور کلی خصیصه فعال عشق را میتوان چنین بیان کرد که عشق در درجه اول نثار کردن است نه گرفتن. نثار کردن چیست؟ ممکن است این پرسشی ساده به نظر برسد ولی در حقیقت پر از ابهام و پیچیدگی است. معمولترین اشتباه مردم این است که نثار کردن را با ترک چیزها، محروم شدن و قربانی گشتن یکی می‌دانند. کسانی که هنوز منش‌های آنان به اندازه کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و اندوختن فراتر نرفتند، از کلمه نثار کردن درکی همانند مفهوم فوق دارند. برای کسی که دارای
منشی بارآور و سازنده است، نثار کردن مفهومی کاملا متفاوت دارد. نثار کردن برترین مظهر قدرت آدمی است، در حین نثار کردن که من قدرت خود، ثروت خود و توانایی خود را تجربه می کنم. تجربه نیروی حیاتی و قدرت درونی که بدین وسیله به حد اعلای خود می رسد، مرا غرق در شادی می کند. من خود را لبریز، فیاض، زنده و در نتیجه شاد احساس می کنم. نثار کردن از دریافت کردن شیرین تر است، نه به سبب اینکه ما به محرومیتی تن در می دهیم، بلکه به این دلیل که شخص در عمل نثار کردن زنده بودن خود را احساس می کند. در دنیای مادیات نثار کردن به معنی غنی بودن است، آنکه می دهد غنی است، نه آنکه بسیار دارد. اما بخشیدن چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد. بخشیدنی که واقعا ارزنده است اختصاصاً در قلمرو زندگی انسان قرار دارد. یک انسان چه چیز به دیگری نثار می کند؟ او از خودش، یعنی از گرانبهاترین چیزی که دارد و از زندگیش نثار می کند. این بدین معنا نیست که او ضرورتاً خودش را فدای دیگری می کند، بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری می بخشد. از شادیش، از علایقش، از ادراکش، از داناییش، از خلق خوشش و از غمهایش به مصاحب خود نثار می کند. از تمام مظاهر و معصر زندگیش می بخشد. او با چنین بخششی از زندگی خیش فرد دیگری را احیا می کند و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش، احساس زنده بودن را در دیگری بارورتر می سازد. او به امید دریافت کردن نمی دهد. نثار کردن به خودی خود شادمانی باشکوهی است، ولی انسان در ضمن نثار کردن خواه ناخواه چیزی را در وجود طرف زنده می کند و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی منعکس می شود. ضمن بخشیدن چیزی به دنیا می آید و طرفین سپاسگزار آن حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنان متولد شده است. این نکته خصوصاً در مورد عشق صادق است. عشق نیرویی است که تولید عشق می کند. ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق. این فکر را مارکس به بهترین وجهی بیان کرده. او میگوید انسان را به عنوان انسان و رابطه اش را با دنیا به عنوان یک رابطه انسانی فرض کن. در نظر بگیرید که عشق را تنها با عشق میتوان مبادله کرد و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس. اگر بخواهید از هنر لذت ببرید، باید آموزش هنری دیده باشید. اگر بخواهید در دیگران مؤثر باشید، خودتان باید شخصی واقعاً پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید. هر یک از روابط شما با انسان و با طبیعت بایستی مبین زندگی حقیقی و فردی شما که بیانی از خواست ارادی شماست باشد. اگر شما بدون اینکه طلب عشق کنید عشق می‌ورزید، یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق ندارد، اگر به وسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق از خودتان یک معشوق نساخته اید، عشق شما ناتوان است که یک بدبختی است. اما تنها در جهان عشق نیست که معنی نثار کردن و گرفتن یکی است. لازم نیست تاکید شود که توانایی عشق ورزیدن همانند نثار کردن بستگی به رشد و تکامل صفات و منش‌های شخص دارد. این متضمن جهتگیری بارآورتری است. شخص در این جهتگیری بر عدم استقلال خود، قدرت مطلق خودستایانه‌اش، عشقش به استثمار دیگران و بر علاقه‌اش به احتکار چیره می شود. به نیروهای بشری خیش ایمان پیدا می کند و شجاعت آن را کسب می کند که برای نیل به هدفهای خود بر نیروی خیشتن تکیه کند. هر قدر شخص بیشتر فاقد این صفات باشد، بیشتر از نثار کردن خودش، یعنی از عشق ورزیدن، واهمه دارد. گذشته از عنصر نثار کردن، خصیصه فعال عشق متضمن عناصر اساسی دیگری است که همه در جلوه‌های گوناگون عشق مشترکند. اینها عبارتند از دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی. عشق عبارت است از رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان مهر می‌ورزید. جوهر عشق رنج بردن برای چیزی و پروردن آن است. یعنی عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می‌دارد
که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن هموار می کند که عاشقش باشد. دلسوزی و توجه ضمناً جنبه دیگری از عشق را در بر دارند و آن احساس مسئولیت است. اگر جزء سوم عشق یعنی احترام وجود نداشته باشد، احساس مسئولیت به آسانی به سلطه‌جویی و میل به تملک دیگری سقوط می کند. منظور از احترام ترس و وحشت نیست، بلکه توانایی درک طرف آنچنان که وی هست و آگاهی از فردیت بی همتای اوست. احترام یعنی علاقه به این مطلب که دیگری آنطور که هست باید رشد کند و شکوفا شود. بدین ترتیب در آنجا که احترام هست استثمار وجود ندارد. من میخواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود، نه برای پاسداری من. اگر من شخص دیگری را دوست دارم، با او آنچنان که هست، نه مانند چیزی برای استفاده خودم یا آنچه احتیاجات من طلب می کند، احساس وحدت می کنم. واضح است که احترام آنگاه میسر است که من به استقلال رسیده باشم، یعنی آنگاه که بتوانم روی پای خود بایستم و بی مدد عصا راه بروم، آنگاه که مجبور نباشم دیگران را تحت تسلط خود در بیاورم یا استثمارشان کنم. احترام تنها بر پایه آزادی بنا می شود، به مصداق یک سرود فرانسوی. عشق فرزند آزادی است، نه از آن سلطه‌جویی. رعایت احترام دیگری بدون شناخت او میسر نیست. اگر دلسوزی و احساس مسئولیت را دانش رهنمون نباشد، هر دوی آنها کور خواهند بود. دانشی که زاده عشق است، سطحی نیست، بلکه تا عمق وجود رسوخ می کند. این کتاب خیلی زیباست و خیلی زیاد مونده ازش، ولی من در انتها به شعری از مولانای عزیز بسنده می کنم. هیچ عاشق خود نباشد وصف‌جو، که نه معشوقش بود جویای او. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو به دستی دیگر. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. امیدوارم که دوست داشته باشید و این کتاب رو برای خودتون بگیرید و مطالعه کنید و لذتش رو ببرید. از اینکه با من همراه بودید متشکرم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.